فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. برادر یا خواهری با سه شماره اخیرشون 585 پرسیدن که اگر زن به همسرش بگوید که من از تو طلاق میگیرم آیا طلاق میشود یا نه؟ لطفاً جواب بدهید. این مسئله طلاق این اساساً در اختیار مرد هست، یعنی حق مرده که بتواند طلاق بدهد یا طلاق ندهد و حکمت‌های فراوانی هست، من جمله این که اون کسی که اقدام کرده برای منعقد کردن این عقد ازدواج شوهر هست، تکالیفش را هزینه‌هایش را شوهر تحمل کرده و از نظر قدرت خویشتن‌داری و تحمل مشقات و کمتر تحت تاثیر عواطف احساسات قرار گرفتن، مرد از زن متفاوت‌تر هست و قدرت بیشتری رو دارد. بنابراین حکمت ها هست که الله متعال طلاق را در اختیار مرد قرار داده و زن به هیچ عنوان نمیتواند خودش را طلاق بدهد و نه اینکه تنها بگید من طلاق میخواهم، اینکه به هیچ صورت طلاق نیست. حتی اگر زن بگید من خودم را طلاق دادم، بازم طلاق اتفاق نمیافتد مگر در یک صورت، اونم این است که زن و شوهر با هم دیگر اتفاق بکنند و شوهر اختیار طلاق را به زن بسپارد، میگه که تو که با من سازگار نیستی و نمیخواهی که با من زندگی بکنی، من اختیار طلاقت را به دست خودت دادم، اگر میخواهی خودت رو طلاق بده. اگر به عنوان وکالت باشه از طرف مرد، در این صورت طلاق واقع میشه، اما در غیر این صورت هرچند زن خودش را طلاق بدهد طلاقی واقع نمیشه.